تصور کن بهشتی در کار نیست. اگر سعی کنی آسان است. جهنمی در زیر ما نباشه، روی سرمون فقط آسمون. تصور کن همه مردم برای امروز زندگی کنند. تصور کن که مملکتی در کار نیست. کار سختی نیست. هیچ چیز که بکشی و یا براش بمیری نباشه. مذهب هم نباشه. تصور کن همه مردم در صلح زندگی کنند. تصور کن مالکیتی در کار نباشه. نمیدونم میتونی این کار را بکنی؟ احتیاجی برای طمع و یا گرسنگی وجود نداشته باشه. یه اجتماع برادرانه. تصور کن همه مردم همه دنیا را با هم شریک هستند. ممکن است که تو فکر کنی من آدم رویاییم، ولی من تنها نیستم. امیدوارم تو هم به ما ملحق بشی و اون موقع همه دنیا یکی خواهد شد. و اون موقع همه دنیا یکی خواهد شد. تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخته، جهانی که تو اون طول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب همصدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه‌ای پاشو روی مین جا نمیذاره. همه آزادن، همه بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خودکامه، بدون وحشت و تابوت. جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لبالب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی. تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه. تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه، تمام جنگای دنیا
شدن مشمول آتش بس. کسی آقای عالم نیست برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه تن هر دونه گندم. بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا. تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رو